امامعلی نورعلی بسیار با قیافه جدی آرامانه پهلوان 21 ساله تاجیکستانی که سال گذشته در همین میدان مخلصان و هواداران گوشتینی جودایی میهن را شاد کرده بود با میدان وارد می شود. البته امروز ما هنر و مهارت امامعلی نورعلی را مشاهده کردیم که چگونه با فینال راه یافت، اما حریف او بسیار هم رقیب پرقوت است. خوب، باروخ شمایلوف با جداگی سفید اسرائیل را نمایندگی میکند. امامعلی نورعلی کبودپوش پهلوان 21 ساله تاجیک از تاجیکستان البته امروز با عرصه رقابت برآمده است. خوب، توجه میکنیم دوستان عزیز، امروز واقعا هم امامعلی نورعلی مخلصان را تا همین دم شاد کرد و موقعیت برای پهلوانی ما همان پرتافتی که در مرحله نیمه نهایی ابوالعدزی را با تخت پشت افتان امامعلی نورعلی برای همه، البته که گمانم الکه از یاد و خاطره های کسی زدودن نشده است، اما این حریف 29 ساله اسرائیلی برای دلخواه پهلوان این وزن واقعا هم دردی سر است. خب، نشانی طلای مسابقه ماسترز را دارد، 2 نشانی نقره و نشانی طلای مسابقه گرند سلام. از حرکت او بود در اینجا و پهلوان ما خوشبختانه از این حالت خود را رها کرده توانست سر کتف پرتاب میکرد. اینجا باروخ شمایلوف، اما برای همان موقعیت چون از کمربند می‌دارد امامعلی نورعلی برای رقیبان فرصت باقی نمیماند. بسیار هم با قامت راست، با قیافه جدی و دلپرانه هنرنمایی میکند. همین فعالی امامعلی نورعلی سبب میشود که شمایلوف شیدای اول رو گیرد. میدان گرندسلم تاشکند برای پهلوان ما البته بیگانه نیست، چون قبلا هم گفتیم سال گذشته نشانی طلا را از همین گرندسلم تاشکند امامعلی نورعلی با خزینه دستاوردهای ورزشی میهن آورده بود و امروز هم با قدم های استوار سوی موفقیت تلاش میکند. سرعت رقابت هم خیلی بلند است. از پس گریبان لحظه توجه کرد امامعلی نورعلی و این نوبت هم باز از همون حالت سری آستین و فشار پهلوانی ما اینجا وزدری برای امامعلی نورعلی. تا همین دقیقه ها بسیار هم شایسته است هنر پهلوان تاجیکستانی. فشار تا آخر بود و امتیاز وزری می شود. قدم به قدم ما به نشانی طلا نزدیک می شویم، اما حالا بر وقت است. وقت برای میدانداری باقی مانده است. امامعلی نورعلی پهلوان 21 ساله تاجیکستانی دوستان عزیز در قهرمانی جهانی جوانان سال 2022 خیلی خوب درخشیده بود. نشانی طلا را با خزینه دستاوردهای ورزشی میهن آورده بود و چون گفتیم سال گذشته نشانی طلا از گرندسلم تاشکند و یک نشانی برنجی دیگر از جام آسیا سال 2022 میانی جوانان. اما شاید اینجا به هر دو داور شدادیت بله معلوم بود از حرکت ها. اکنون یک قدم دیگر برای امامعلی نورعلی برای نشانی طلا باقی مانده است. پهلوان ما در رده‌بندی جهانی در مقام 19 هم قرار دارد. خیلی خطرناک بود همین حالت. در حالتی از احکام وضع بسیار هم تلاش دارد پهلوانی اسرائیلی که امامعلی نورعلی را نگاه دارد. خوشبختانه از این حالت خود را رها کرده توانست. خب از جهت سن سال البته تفاوت هست. شمایلوف 29 ساله است، امامعلی نورعلی 21 سال دارد. شاید همون نیروی جوانی که با پهلوانی ما هست امروز برایش کمک کند. تا همین حالا پیش صف است. ثانیه های خیلی با شمار ماندن، نباید موقعیت را از دست دهد امامعلی نورعلی، اما کم فعال بودن هم خیلی خطر دارد.
بله ای مبارک باشد دوستان عزیزم. اکنون بار دوم درخششی امامعلی نورعلی را ما میبینیم. رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان هم اسماعیل محمدزویل در سالن برگزاری همین مسابقه هم شرکت داشت دوستان عزیز که ما چهره بالیده او را هم دیدیم و هم اکنون امامعلی نورعلی نشاط و شادی و خوشحالی را همین شام برای مردم سربلندی تاجیکستان آورد و بسیار هم درخششی عالی هم داشت و هم اکنون قدم به قدم و برای کسب راحتی بازی های المپی علاقه پهلوانی ما نزدیک می شود. پرچم تاجیکستان را هم ما اینجا می بینیم و دو مراتب پی هم نشانی طلای مسابقات گرند اسلم را در تاشکند به دست می آورد امامعلی نورعلی و نشاط شادی هم البته مخلصان را فراگیر است. از همان به میدان برآمدن هایش که بسیار قیافه جدی داشت احساس می شد که امروز تنها برای غلبه به میدان آمده است. امامعلی نورعلی این حرکتی اولی او بود. دوستان عزیز در گوش در سالن برگزاری مسابقه سرودی وطنداری به گوش ما می رسد با زبان نابی تاجیکی